از حدود شهر ترسوزاده دو دریای کلان، قراتاق و شیرکن می‌گذرد. اینچنین برای آبیاری میدان‌های کشت 46 شبکه آبیاری با طول درازی 212 کیلومتر خدمت می‌رساند. برای بی‌خوف گرداندن ساحلی دریا و تازه‌کنی کانال و زابورهای منطقه، مسئولین کاری خود را در موسم تیرما آغاز نموده منطقه‌های معین شده خوفناک را بی‌خوف گرداندند و برای تامین میدان‌های کشت شبکه‌های آبیاری را تازه نمودند. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسوزاده تصمیم گرفته است که برای موسم آبدهی سال 2019 8 کیلومتر زابور زکشا را تازه کنه و از تعمیر جاری برانه. این حال زیاده از 120% نقشه را اجرا کردند که در اینجا اداره نو از 6 کیلومتر زابور زکشا را تازه کرده برای زمین‌های شهر ترسوزاده. برای بهتر کردن حالت مراتبی زمین نقشه گرفتند که 150 هکتار زمین را حالت مراتبی غیر قانون‌بخش را به حالت مراتبی قانون‌بخش برگردانند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تکنیک‌های پر اقتدار به موضع‌های خوفناک سفربر گردیده عاقبت‌های آبخیزی‌های برطرف می‌نمایند. در ساحل دریای قراتاق اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر ترسوزاده در تک دریای قراتاق دو کری آبگذاری که برای آبیاری شهر ترسوزاده خدمت می‌کند کارهای ساحل مستحکم کنی را عین حال شروع نموده است. در اینجا زیاده از 3,500 هکتار زمین‌های آبیاری زمین‌های شهر ترسوزاده با آب فلزی تامین می‌کنیم. عین حال با سیمتورهای ساحل مستحکم کنی در جماعت ربا، جماعت ترسون تویچی و جماعت جورا رحمان کارهای ساحل مستحکم کنی رفته ایستاده است. باید گفت که اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسوزاده عملزا برای تعمیر و نگاهبین و استفاده برای شبکه‌های آبیاری و انشاءات هیدروتکنیکی تازه نمودن نهرها و زابور و زکش‌ها در مجموع برای آبیاری نمودن 15402 هکتار زمین آبی خدمت می‌رساند.